من عرض سلام و ادب دارم هم خدمت شما هم خدمت بینندگان عزیز و از اینی که تا در روزهای پیش ما رو همراهی کردند و در روزهای آتی هم همراه ما خواهند بود. ازشون کمال سپاس و تشکر رو دارم و امیدوارم که خداوند متعال طاعات عبادات همه عزیزان رو مورد قبول درگاه خودش قرار بدیم. در خدمت شما هستم. تشکر از شما جناب دکتر. در روزهای گذشته اعمال و مناسک حج بعد از اینکه در روز هشتم یوم الترویه آغاز گشت، یوم الترویه به تعبیر دقیق‌تر و عربیش، روز هشتم ذوالحجه حجاج بیت الله الحرام منتقل شدن به سرزمین مقدس منی. شب رو در منی گذراندن. صبح عرفه با اذان صبح و برگزاری نماز صبح حرکت آغاز گردید به سمت عرفات. روز نهم ذوالحجه، روز عرفه، حجاج بیت الله الحرام به عرفات رفتند و بعد از غروب آفتاب عرفات، بعد از سپری کردن بهترین روز سال و دعا و نیایش و زاری به درگاه الله متعال، حرکت حجاج، حرکت سیلاسای حجاج بیت الله الحرام به سمت مزدلفه آغاز گردید و بعد از اون در صبح عید حرکت همچنان به سمت منی ادامه پیدا کرد و حجاج در صبح عید به جمرات رفتند، جایی که الان در تصویر سمت چپ مشاهده می‌کنیم. و از روز صبح عید همچنان عبادت ها در دو تصویر پیشروی ما و شما ادامه پیدا کرد. در مسجد الحرام طواف افاضه رو داشتیم روز عید و در تصویر سمت چپ در جمرات در منی رمی جمرات داشتیم. آخرین لحظات حج امسال الحمدلله در حال سپری شدن هست. تصویر سمت چپ گویای از وجود عده‌ای از حجاج در جمرات داره و مشغول زدن جمرات هستند در آخرین روز مناسک حج. این عده از حجاج که در تصویر سمت چپ مشاهده می‌کنیم، اون عده از حجاجی هستند که دیشب رو در منی غالباً باقی ماندن و 3 روز منی رو تکمیل کردن و برای رمی جمرات امروز بعد از زوال خورشید، بعد از اذان ظهر حرکت کردن به سمت جمرات، به سمت سالن و ساختمانی که داریم مشاهده میکنیم و زدن 3 جمره باقی مانده و نسبتاً جمعیت بسیار اندکی است و ظاهراً بسیار از جمعیت هم که اینجا هستن حتی جمراتشون هم و اون رمی جمرات رو هم انجام دادن و دیگه در آخرین لحظات اینجا قرار دارن. و بعد از این حجاج بیت الله الحرام، تمام حجاجی که در روز گذشته، عده کثیری از حجاج بیت الله الحرام دیروز بعد از زدن جمرات قبل از غروب آفتاب از منی خارج شدن، به مسجد الحرام رفتن و به طواف مشغول شدن یا شاید مقداری هنوز طوافشون رو به تأخیر انداخته باشن. حرکت طواف رو در تصویر سمت راست شاهده هستیم در طبقه سوم مسجد الحرام و طبقه پشت بام که حجاج بیت الله الحرام مشغول طواف هستن با لباسهای خودشون و طواف وداع الان انجام میشه و آخرین عملی است که حجاج بیت الله الحرام انجام میدن قبل از خارج شدن از مکه. برای حجاجی که دوست دارن مکه رو ترک بکنن و به تعبیر دقیق تر، حالا نگیم دوست دارن ترک بکنن، هیچ کسی دوست نداره ترک بکنه، حجاجی که قصد سفر دارن از مکه مکرمه با بازگشت به دیارشون و یا سفر به مدینه منوره برای نماز خواندن در مسجد رسول صلی الله علیه و سلم مشغول به عبادت طواف وداع میشن. حجاج بیت الله الحرام میشه گفت که دیگه الان تا غروب آفتاب امروز دیگه کلا تمام حجاج منتقل میشن از منی به داخل شهر مکه مکرمه. عده‌ای منتقل شدن دیروز رفتن و با اجازه‌ای که الله متعال در آیه 203 سوره مبارکه بقره داده به حجاج بیت الله الحرام که اگر دوست دارن 2 روز بمانند در منی و اگر دوست دارن 3 روز، عده‌ای از این رخصت و از این فرصت استفاده کردن، دیروز از منی خارج شدن و به مسجد الحرام رفتن و مکه مکرمه داخل شدن به داخل شهر و از محدوده منی خارج شدن و بعضی ها مشغول شدن به طواف وداع و وداع کردن با مسجد الحرام و کعبه و خارج شدن از مکه مکرمه، حال یا به خانه‌های خود برگشتن به شهرهای خودشون و یا حجاجی که قبل از مکه مکرمه، قبل از شروع مراسم حج فرصتی نداشتن که به مدینه منوره به مسجد النبی مشرف بشن برای عبادت، منتقل میشن به مدینه منوره. غالبا حجاجی که
قبل از مراسم حج مدینه نرفتن، بعد از مراسم حج مدینه منتقل میشن. سفر به مدینه جزء مناسک حج نیست و هیچ ارتباطی با موضوع حج نداره و اگر حاجی به مدینه نره اصلا چه قبلش و یا چه بعدش تأثیری در حجش نمیگذاره. فقط موضوع بحث سفر به مدینه زیارت مسجد النبی و نماز خواندن در اون و به هر حال تماشای مدینه منوره شهر رسول صلی الله علیه و سلم و آشنایی بیشتر با تاریخ اسلام. به هر حال هر مسلمانی دلش برای مدینه میتپه و اینکه بیاد حج بکنه و مدینه نره، گرچه لحاظ شرعی حجش قابل قبول است و مقبول است، اما در دلش نسبت به اینکه چرا به مدینه نرفته حتما حسرتی باقی خواهد ماند. به همین علت ما حجاج بیت الله الحرام رو مشاهده میکنیم که چه قبل از حج و یا اینکه بعد از حج حداقل یا قبلش یا بعدش حتما به زیارت مسجد النبی مشرف میشن و مدینه منوره رو هم زیارت خواهند کرد در یک عبادتی کاملا مستقل از عبادت حج. حجاج بیت الله الحرام همکنون عده‌ای که باقی ماندن در مکه مکرمه، فقط یک عبادت از اونها باقی است و اون هم موضوع طواف وداست که اون رو انجام میدن و با طواف ودا در تصاویری که ما میبینیم همچنان مسجد الحرام الحمدلله مطاف با کامل ظرفیت خودش در حال پذیرایی از زائرین بیت الله الحرام هست و حرکت طواف به آرامی و به زیبایی در حال انجام هست. اکثر افرادی که در مطاف در حال طواف هستن بدون احرامن که این دلالت بر این داره که اکثر این جمعیت حجاج بیت الله الحرام هستن، چون عمره که الان دیگه انجام نمیشه و حجاج بیت الله الحرام مشغول طواف بیت الله الحرام هستن و چه طواف نافله و یا اینکه طواف ودا و بعد از اون ودا میکنن با طواف ودا از مکه مکرمه و این بخش طواف ودا دیگه میشه گفت حسن خاتمه مراسم حج امسال هست و میتونیم بگیم که دیگه تا حدود زیادی مراسم حج امسال به پایان رسید و فقط حجاجی که باقی موندن برای طواف ودا هر لحظه‌ای که از مکه خارج بشن طواف ودا رو انجام میدن و الحمدلله که امسال مراسم حج به خوبی و به زیبایی و با امنیت و آرامش کامل تا این لحظه‌ای که ما در خدمت شما هستیم ادامه پیدا کرد و امیدواریم که ان شاء الله تا آخرین لحظه بازگشت تمام حجاج بیت الله الحرام به اماکنشون و خانه‌هایشون ان شاء الله همین روال ادامه پیدا بکنه که این جای خوشحالی و جای خرسندی است که مراسم حج امسال الحمدلله به بهترین وجه ممکن و به آرامترین و با امنیت ترین وضعیت ممکنش الحمدلله به اتمام رسید. اما حج گرچه به پایان میرسه ولی درس هایی که از حج باقی میمونه هیچ وقت پایان نداره. حج تنها برای حاجی و برای حجاج بیت الله الحرام و برای زائرین حرمین شریفین نبود و نیست، بلکه برای همه ما امت اسلامی حج درس ها داشت و درس ها داره. در آخرین روزهای مراسم حج و در برنامه هایی که ما 2 برنامه دیگه هم غیر از این برنامه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با ویژه برنامه رکن 5 طبق قولی که به شما دادیم، مناسبه که در این فرصت مروری داشته باشیم بر اینکه درس هایی که حج برای ما داشت چه بود، درس هایی که ما خارج از فضای حج تمرین میکردیم و تجربه میکردیم و در این روزهایی که به همراه شما عزیزان حج رو پیگیری کردیم لحظه به لحظه و گام به گام سعی کردیم با حجاج بیت الله الحرام منتقل بشیم از مشعر مقدسی به مشعر مقدس دیگری و تمام عبادات و مناسک و احکام و تمام ابعاد مختلفش مورد بررسی قرار بدیم در طول حدود 18 روزی که در خدمت شما عزیزان بودیم. می‌طلبه که باز هم یک مراجعه بکنیم، تکراری بکنیم در پایان مراسم حج درس هایی رو که حج برای زندگی ما غیر حجاج علل خصوص داشته، گرچه این درس ها برای حجاج به طریق اولا برای اونها بوده و خواهد بود، اما درس ها فقط برای حجاج نیست بلکه برای کل امت اسلامی است. جناب دکتر اگر از این درس ها برای ما بینندگان بگید در آخرین لحظات و واپسین لحظات مراسم حج امسال. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله و صلاة و سلام علی حبیبی و مولای رسول الله و علی آله و صحبه و من والا. واقعا اولا از خداوند متعال تمنا داریم و آرزومندیم که خداوند اجر حج حاجیان ما رو قبول کنه و ما رو از اجر و پاداش اونا محروم نکنه. وقتی نگاه میکنیم که اصلا خود حج و خانه خدا برای چی گذاشته شد
میبینیم که خداوند متعال میفرماید جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. برای چی؟ ذلك لتعلموا لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله على كل شيء قدير. یعنی کل قصه حج که قصه یک موفقیت هست، حکایت حج کلش حکایت یک موفقیت کامل و مورد پسند الهی است. این فقط برای اینه که ما بدونیم خداوند متعال هر آنچه در آسمان ها و زمین هست رو میدونه و ان الله بكل شيء قدیر و خداوند بر هر چیزی تواناست. کل حکایت اینه. وقتی ما میاییم الان، مایی که نرفتیم حج و در خونه و زندگیمون تو کشورمون بوندیم، این فرصت برای ما مهیا نشد، یهو متوجه شدیم بعضی از عزیزان ما نیستن. کجا رفتن؟ رفتن حج. خب الان ما یک دیدی میزنیم، این رفت حج، مریم خانم هم رفت، فلانی هم رفت. به خودمون میگیم که ای بابا، این نه از ما توانایی بیشتری داشت، نه قدرت جسمی و صحت و بدنش بهتر بود، نه چندان مال و ثروتش بیشتر بود، نه از نظر علم و سواد و دانش و اندیشه و اینا بیشتر بود، و نه مثلا واسطه و اینجور چیزا بیشتر داشت. اینجاست که میبینیم که نه، پس ما یک چیز رو گم کردیم و اون اعتماد و توکل بر خداوند متعال هست که از الان ما یاد میگیریم که باید بر خدای متعال توکل کنیم. چه توکلی؟ توکل صاحب حج، توکل اولین انسانی که ما رو به سوی حج دعوت داد. و اذن فی الناس بالحج کی بود؟ حضرت ابراهیم علیه السلام. حضرت ابراهیم چی کار کرد؟ حضرت ابراهیم اومد یک تنه در مقابل نمرود ایستاد، یک تنه بت‌ها رو شکن. بعدش چی شد؟ خداوند با اون بود. حضرت ابراهیم اومد زن و فرزندش رو رها کرد توی یک صحرای برهوت. برای چی؟ چون که دستور الهی بود. پس چی شد؟ شد اماما للناس. حضرت ابراهیم و خداوند متعال وقتی که این فعالیت ها رو کرد، این کارا رو کرد، معرفی کرد که ان ابراهیم کان امه، ابراهیم تک تنها یک نیرو و قدرتی هست مساوی با یک نیرو و قدرت یک امت. ابراهیم تک و تنهایی که همچنین صفتی داره، انی جاعلک للناس اماما. ابراهیمی که تو همچنین نیرویی رو تونستی به اصطلاح به نمایش بگذاری، من تو رو برای همه بنی آدم، برای انسانیت، بشریت امام قرار میدم، یعنی الگو. حالا ما چیکار میکنیم؟ ما میریم، یا حاجیان که رفتن ما دیدیمشون در طول به اصطلاح ایام حج، حاجی میرفت چیکار میکرد؟ همون کاری که حضرت ابراهیم میکرد. یعنی حاجی میگفت که چی؟ من ابراهیمم. حاجی میرفت همون کاری رو میکرد که مادرمون حضرت هاجر علیه السلام کردن. یعنی حاجی میگفت من هاجرم. پس حاجی چه کاری رو میکرد؟ خود رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به ما اشاره کردن که همه پیامبران اومدن حج کردن. پس حاجی اینجا رفت قدم زد، گفت که من همون کاری رو میکنم که حاجیان میکنن، که پیامبران کردن. من مسیر پیامبران رو ادامه میدم. و مایی که نظارگر بودیم دیدیم که ما از اون حاجی که در میدان هست هیچی کمتر نداریم. ببینید ما بعضی وقتا کار میکنیم، میریم تماشای فوتبال. خب بعد ما داریم خط و نشان میکشیم برای چی؟ برای بازیگر. اگه اینطوری میزد، اگه این کارو میکرد، اینطوری میشد، فلان میشد. یعنی ما داریم میگیم که ما هم میتونیم تو میدان باشیم. اگر من میبودم این کار میکردم، اگر من میبودم
یعنی من این قدرت و توان رو دارم، یا حداقل اظهار میکنم که این رو میتونم انجام بدم. وقتی که ما نظاره‌گر حاجی بودیم، یک عشق و حسرتی در ما بود که ای کاش من اونجا می بودم، ای کاش این فرصت برای من هم مهیا بشه. این کاش ها و این امیدها و اینها یعنی چی؟ یعنی اینی که من همراه اون هستم، چون که نیت من رو کشید و برد با حاجیان همراه کرد. الان به خصوص امسال که یک ویژگی خاصی دیگه بود که تصاویر زنده ما رو بیشتر عاشق حج کرد و به اصطلاح ما رو در این مراسم سهیم کرد. غیر از به اصطلاح تصاویر زنده‌ای که ما داشتیم، ما یه مورد دیگه داشتیم بله. و اون هم ممنوعیت، خاصتا برای عزیزان ایرانیمون. ممنوعیت چه کار کرد؟ همیشه چیزی رو شما که به اصطلاح منع کنید، عقل این رو نمیپذیره. عقل میگه که به اصطلاح این هست. حالا مثلا من به شما بگم که آقای سلیمانی شما تو تصورت یک اسب سفید که روش یه آدم با لباس سفید با محاسن سفید باشه رو تو فکرت نیاریش. الان چی اومد تو فکر شما؟ خود به خود اومد. خود به خود اومد. من. وقتی که طرف اومد به اصطلاح نمرود گفت که آقا شما حق ندارید برید حج، نرید که ما با به اصطلاح حکومت عربستان مشکل داریم. همین که نرید، اونایی که اصلا عزم سفر داشتن، خب اونا که دیگه با روح و به اصطلاح همه قدرتشون رفتن، چون اصلا سفر بسته بود، آمادگی داشتن، روحشون آماده پرواز بود. اونایی که اصلا متوجه نبودن ما رو نمیذارن بریم، اونا خود به خود تحریک شدن و رفتن. حالا این رفتن ها چی به وجود اومد؟ این رفتن ها همه این معانی که ما در حج داریم، اینا خود به خود منتقل میشه به افرادی که به اصطلاح عشق و علاقه حج دارن. همه عزیزانی که مشرف به حج نشدن الان این درس بزرگ توکل بر خدا رو گرفتند که ما چطور مسیر زندگیمون رو برنامه ریزی کنیم برای رسیدن به هدف. هدفمون چی هست؟ هدفمون این هست که ما به خدا برسیم. بله. اصلا حج چی بود؟ حج رفتن بندگان خدا به یک معبد نبود. حج رفتن بندگان خدا به سوی معبود بود. خب ما در حج هیچ وقت نگفتیم که آهای مکه ما داریم میاییم، مکه ما داریم میاییم. چی گفتیم؟ در طول این راه حاجی میگفت لبیک اللهم لبیک، من دارم میام پیش کی؟ پیش تو ای الله. الله که پیش من هست. خداوند متعال به پیامبرش فرمود و به ما گفت که اذا سألك عبادی عنی فانی قریب. پس خداوند به ما نزدیک هست بدون شک و از رگ گردن هم نزدیکتر است، از حبل الورید هم به ما نزدیکتر است. این واقعیت هست. اما من بنده چون که احیانا غفلت میکنم، این چیزی که حقیقت داره رو احیانا فراموشش میکنم، اون وقت خداوند متعال به من گفت که حالا بیا من یه جایی رو درست میکنم، اسمش رو میزنم خانه خودم. تو بیا به این خانه من، تو احساس کنی، تویی که احیانا غفلت به اصطلاح دستت میره، بیای احساس کنی که نزدیک شدی. من که نزدیکتم، اما تو هم نزدیک شو. پس این احساس در ما ایجاد شد. حالا چه ما رفته باشیم، چه منع شده باشیم، چه از دور نظاره‌گر باشیم، که حکایت رفتن به سوی معبود هست. حکایت رابطه برقرار کردن با خداست و من بنده این رابطم رو با خدام برقرار کردم. حالا که این رابطه رو برقرار کردم، با این تاریخ حج انس گرفتم، اینجاست که من دونستم که با توکل بر خداوند متعال، با اعتماد
بر خداوند متعال میشه خیلی کارا کرد. میشه مثل همون افرادی که الان مثلا خاصتا در کشورمون الان این نمایانگرتره که ما با وجود اینی که سیستم سیاسی ما رو نگذاشت ما بریم به حج، بله، جای ما در این افرادی که طواف میکنن خالی هستن، جای ما مثلا میخواستند خالی بشه. با این وجود ما دیدیم که بعضی از هموطنای ما رفتن ترکیه، از ترکیه رفتن حج، بعد رفتن مالزی، از مالزی رفتن حج، بازی رفتن پاکستان رفتن حج، رفتن امارات و رفتن حج، رفتن افغانستان و رفتن حج. پس یعنی امکان پذیر هست. اونایی که رفتن رو وقتی میریم به اصطلاح تو حج میبینیم، ای بابا اینا همه خیلی هاشون از افرادی هستند که پاشون تو قبره، یک پاشون بیرون، از افرادی هستند که نه توانایی جسمی بیشتری از ما داشتن و حتی نه احیانا ثروت مادی بیشتری داشتن و اما چیکار کردن؟ بر خداشون اعتماد کردن، هدف رو جلوی رو گذاشتن، به سوش حرکت کردن و رسیدن. اگر هم نمی رسیدن، اونایی که حرکت کردن رفتن تو کشورهایی و نتونستن به اصطلاح به هدف برسن، اونا چیکار شد؟ اونها دقیقاً اجر یک حاجی رو گرفتن. اون لذتی که حج داره، اون آرامیشی که خداوند متعال، اون سکینه‌ای که نازل میکنه بر اونها هم فرستاده شد، نازل شد. پس منی که نظاره‌گر این هستم میتونم از این جا یک نیرو میگیرم که با اعتماد بر خداوند میشه هر کاری رو کرد و به هر هدفی رسید. بدون شک این گونه است. اجازه بدید به همراه شما بینندگان عزیز میان برنامه ببینیم، برمیگردیم ان شاءالله باز در خدمت شما عزیزان خواهیم بود، همچنان با ادامه بررسی موضوع ما حج در زندگی ما با این تعبیر در 18مین برنامه از برنامه رکن پنجم در عصر 13مین روز از ماه مبارک ذوالحجه در آخرین ساعات برپایی مراسم حج امسال 1437 هجری قمری. تشکر میکنم. تنمه فقد أضعت وتعلم إنما الدنيا منام فأحلى ما تكون إذا انتبهت هي الدنيا إذا سرتك يوما تسوك ضعف ما فيها سهرت تحدث عنهم وتقول كانوا نعم كانوا كما والله كنت حديثك هم وأنت غدا حديث لغيرهم فأحسن ما استطعت سل الأيام عن عم وخال وما لك والسؤال وقد علمت ألست ترى ديارهم خواء فقد أنكرت منها ما عرفت قدرستان مجدد خدمت همه شما خوبان و عزیزان در 13مین روز از ماه مبارک ذوالحجه و در آخرین لحظات حج امسال همراه شما عزیزان هستیم با برنامه رکن پنجم. اجازه بدید سری بزنیم بار دیگر به مشاعر مقدسه. در جمرات در منی فعلا عده‌ای از حجاج همونگونه که از دستهاشون مشخصه در تصویر سمت چپ مشغول زدن
سنگهای خودشون به سمت دیوار شیطان هستند و الان دیگه اینها آخرین حجاجی هستند که دیگه دارن عبادت خودشون رو تکمیل میکنن و بیشتر از دیگران ظاهرا اینجا حوصله و صبر کردن و ایستادن و روز آخر عبادت‌های حج رو هم در منا ماندن در جمرات. حجاج بیت الله الحرام اختیار دارن که روز 12 و یا روز 13 خارج بشن از مراسم حج، که این عده‌ای که در تصویر سمت چپ می‌بینیم روز 13 رو اختیار کردن و ایستادن هنوز در جمرات و منا و مشغول انجام جمرات هستند. و امروز هم عزیزانی که دیشب در منا شب رو ماندن، امروز در جمرات بعد از ظهر شروع کردن و هر سه دیوار رو، هر سه جمره رو به اصطلاح با 7 سنگ مورد هجوم قرار دادن و ضربه. و الان هم می‌بینیم که آخرین گروه حجاج بیت الله الحرام که مشغول زدن جمره هستند تا مغرب این عبادت تمام خواهد شد و منتقل میشن به مسجد الحرام که در تصویر سمت راست مشاهده میکنیم. حجاج بیت الله الحرام بعد از اینکه جمرات رو انجام دادن، آخرین عبادتی که از حج اونها باقی میمونه بحث طواف وداع برای وداع کردن از بیت الله الحرام و مسجد الحرام و مکه مکرمه است که در آخرین غالبا ساعت‌های حضورشون در مکه مکرمه این عبادت رو انجام میدن قبل از خارج شدن از مکه مکرمه حجاج بیت الله الحرام. برخی ها امروز، برخی شاید دیرتر، عزیزانی که دوست دارن چند روز دیگری هم در مکه باشن به تأخیر میاندازن طواف وداع رو. و آخرین کاری که در عبادت حج انجام میشه طواف وداع است. در تصویر سمت چپ میبینیم که ساختمان جمرات که در اون شیطان زده میشه خالی از ازدحام هست و این تصویر سمت چپ باز خیمه های ابتدای خیمه های مناست و ورودی هایی که در صبح عید و روز 11 و دیروز حتی بعد از ظهر بسیار شلوغ بود و ازدحام بسیار زیادی داشت، الان نسبتاً میتونیم بگیم که خالی از هر گونه جمعیت است و این خیمه ها دیگه شهر 3 روزه منا که 3 شب پشت سر هم رو سپری کرد دیگه از امشب خالی خواهد شد. و این تعدادی هم که از حجاج بیت الله الحرام مشاهده میکنیم آخرین دسته حجاج بیت الله الحرام هستند که در منا وجود دارن. بعد از اون منتقل خواهند شد به مانند بقیه خواهران و برادرانشون به مسجد الحرام تا طواف وداع رو صبر میکنن. هر لحظه که خواستن از مسجد الحرام و یا از مکه مکرمه خارج بشن وداع میکنن با خانه کعبه و حج رو به پایان میرسونن. و در مجموع میتونیم بگیم که عبادت حج امسال، مراسم حج امسال دیگه لحظات پایانی خودش رو سپری میکنه و غروب امشب رو ما میتونیم دیگه بعد از غروب آفتاب امشب که تا حدود شاید کمتر از 1 ساعت دیگه در مکه مکرمه آفتاب غروب خواهد کرد، با غروب آفتاب امشب دیگه پرونده حج امسال میتونیم بگیم که بسته میشه و حجاج بیت الله الحرام با آسایش و آرامش و امنیت کامل به حمدالله حج امسال رو به پایان میرسونن. برمیگردیم خدمت جناب دکتر درباره استاد درس های حج برای زندگی ما، کسانی که در حج نبودیم اما خارج از فضای حج قرار داشتیم، صحبت میکردید از توکل و اعتماد گفتید. غیر از اون یه مورد بسیار مهمی که حج به ما درس میده اینه که به ما یاد میده که نگاه کنیم که خداوند چطور ما رو میخواد یا خداوند چطور به ما مینگره. بله. چشمای مردم برای ما مهم نیست، مردم چی میگن مهم نیست. این مرحله ای است که اگر ما به این رسیدیم، مرحله آزادی از هر گیر و بندی، آزادی از هر چشمی که ما رو اسیر خودش میکنه، این آزادی رو اگر رسیدیم زندگی خیلی زیبا میشه. زندگی که انسان پر میکشه آزادانه به هر سو که میخواد بره. این رو از حج یاد میگیریم. حج میاد تمام اون قید و بندهایی که ما برای خودمون زدیم اونا رو میشکنه. آقا شما چرا لباس فلانی رو میپوشید؟ این مدل خاص لباسی که شاید حساسیت هم بهش نشون میدیم خیلی وقتها. یعنی وقتی که از خونه میام بیرون، خب لباس خاصی میپوشم
خانواده میان میگه ای نه با این لباس نرو که عیبه. پدر به شخصیتت نمیخوره فلان. پس من لباس میپوشم به خاطر چی؟ به خاطر چشمای مردم. طبیعت. خونه بریم پایین شهر، خونه بگیم نه بعده مردم چی میگن. پس خونه ای که میخریم یا روش به اصطلاح توش میشینیم به خاطر چشمای مردم. این ماشین رو بخریم زندگی ما میچرخه باش. چهارچرخونه میچرخه. نه خیر، این خیلی بده، به شخصیت من نمیخوره، کلاسش پایینه. پس این چشای مردم برای من نحوه زندگیم رو، نحوه خورد و خوراکم رو، نحوه اینا همه رو اینا رو تشکیل میداد. پس من آزاد نبودم، در این گیروداری بودم. این آزادی خیلی قیمتش و بهاش زیاد هست. واسه همینه که این دین اومده، خداوند پیامبری رو فرستاد، دینی رو فرستاد، این صاحب این پیامبر و دین رو هم مسئولیت داد که خودتون آزاد بشید، دیگران رو هم از قید و بند ظلم و ستم و طغیان و هر آنچه که مردم رو زندان میکنه آزادشون کنید. اگه یادمون باشه وقتی که سپاه اسلام اومد به اصطلاح به سرزمین فارس، رستم که به اصطلاح چی بود؟ به اصطلاح رستم دستان بود و فلان. این اصلا چون که عقلش عقل یک زندانی بود، عقل یک انسانی که از هر سو این در اسارت دیگران بود. براش خیلی تعجب آور بود که عرب ها از قعر صحرا بلند بشن بیان اینجا چه میخوان. وقتی ازشون پرسید که چه میخوان، سفیر اسلام بهش چه گفت؟ گفت که اون بهش پیشنهاد داد اگر مال و ثروت میخواید، بابا این جنگ برای ما هزینه بر است، شما چقدر بخواید بهتون میدیم تا از این هزینه ما نجات پیدا کنیم. درسته. گفت نه، ما اومدیم لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. ما اومدیم که انسانها رو آزاد کنیم از این که اسیر دیگران باشن، اسیر بندگان باشن، اینا رو آزاد کنیم تا بنده خدا بشن. از بندگی بندگان به بندگی رب بندگان. وقتی که ما از بندگی بندگان اینا رو آزاد کردیم، خدای بزرگ هست، خدای رحمان و رحیم و رزاق و حلیم و غفور و عفو. پس ما اینا رو از یک اسارت و زندانی آزاد کردیم به سوی بی‌نهایت ها، به سوی همه سعادت ها و خوشبختی ها. این حج میاد. ما با حج اولین کاری که کردیم رفتیم و دیدیم که حاجی چه کار کرد؟ خونه و زندگیشو انداخت دور، لباس تنش رو انداخت دور. خود حاجی، کسایی که اولین بار احرام میپوشند، این ور اون ور نگاه میکنند، احساس میکنند که خجالت میکشند که چیه بابا این رو ما پوشید. چرا؟ چون که هنوز آثار اون بندگی و اون اسارت ها و اون قل و زنجیرهایی که روش بود هنوز هست. اما تا حرکتی کرد دیگه طبیعی شد. تو فرودگاه ها، تو شهرهای دور میبینیم حاجی در بین مردمی که به اصطلاح هنوز اسیر چشمای دیگران هستند، حاجی آزادانه حرکت میکنه. بعد میاد به اصطلاح اونایی که میان در میقات ها احرام میبندند، اونایی که تو هواپیماها احرام میزنند، اونایی که دیگه راحت هست. الان هیچ براش مهم نیست که مردم چی میگن، مردم چطور نگاه میکنن. این حاجی که الان مثلا وقتی سفری میرفت جایی، خیلی به قراش بد بود، کلاسش نیومی اومد تا دنبال هتل 7 ستاره بگرده و یه جایی پیدا کنه که نمیدونم در شأنش باشه. این حاجی رو ما میبینیم که تو سر راه، تو منی، تو خاکا، تو عرفات، تو مزدلفه، روی ریگزارا، همون شخصه خوابیده، سرش رو گذاشته به سر رو سنگی و عین خیالش نیست. یه احساس سعادتی میکنه که اگر همین رو الان تو شهر خودش میبود، تو یک هتلی میبود که در شأنش نمیبود، کل شب رو خوابش نمیبرد که خدا نکنه کسی از اون ور رد بشه ببینه که این در هتل 5 ستاره خوابیده. این حاجی اینجا آزادانه است. این آزادی و این احساس
در حاجی خیلی بها داره، خیلی ارزش داره. این رو وقتی ما میبینیم ما از این درس میگیریم که باید هرچه غل و زنجیر هست، هرچه حتی غل و زنجیرهایی که از خود ما برمیاد، یعنی اون چیزی که ما خودمون سببش هستیم، از داخل ما برمیاد، نه اینی که چشم احساسی که ما رو ذلیل میکنه، ما رو در اسارت چشمهای دیگران و حرفهای دیگران میکنه، الان میشکنه. نه چشم دیگران برای ما مهمه، نه حرف دیگران. برای خودمون زندگی میکنیم، برای خودمون زندگی میکنیم و این احساس سعادت میکنیم. و احیانا هست که ما با خشم و غضب و زبان خودمون رو تو اسارت خودمون باز در میاریم که حتی این رو هم خداوند متعال برای ما نمیخواد. خداوند متعال به ما میگه سارعوا الی مغفرة، سارعوا الی جنة عرضها السماوات والارض، بدوید به سوی بهشتی که پهنای اون آسمان ها و زمین هست. این بهشت آماده شده برای کی؟ للمتقین، اعدت للمتقین. الان ببینید این متقیان کی هست؟ الذين ينفقون في السراء والضراء، از هیچی نمیترسن در همه حالت، چون که توکلشون بر خداست اسیر ماده نمیشن، ماده رو میدن، میدونن که خداوند پس میده. والکاظمین الغیظ، و اونهایی که خودشون رو اسیر خشم خودشون نمیکنن، در شدت خشم میشکنن، خشمشونو میشکنن، کنترلش میکنن. خود خشم چیه؟ خشم وقتی که من میگم که من فلانی رو امکان نداره ببخشم، یعنی چی؟ یعنی اینی که من اون رو یک متهم میدونم به یک جنایتی، به یک اشتباهی، به یک لغزشی، به یک حق خوری که این امکان نداره که من ازش پایین بیام. کظم غیظ چیه؟ کظم غیظ اینه که من وقتی که این دید رو دارم، این چی رو دارم، یک بینش دیگه برای من میاد که اون بینش عذر تراشی است، که من میگم این کار رو فلانی کرد، شاید بنده خدا هدفش این نبوده، مال منو برد، شاید بیچاره مشکلی داشته بود و الا این کارو نمیکرد، به من توهین کرد، شاید اصلا متوجه من نبود. وقتی عذر تراشیدم چی شد؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند که التمس لابیک اخیک 70 عذرا، برای برادر مسلمونت 70 تا عذرم بتراش. اگر 70 تا هم جا نداشت یه عذری بگو، شاید عذری دیگه داره من نمیدونم چیه، یعنی در هر حال عذری بیار. وقتی که عذر اومد اون شدت خشم میشکنه، اون برای من قابل تحمل میشه. بعد از اون میخونیم که خداوند متعال میفرماید والعافین عن الناس والله یحب المحسنین، و اونهایی که از مردم در میگذرن. در حج چی بود؟ لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یعنی در حج هر چیزی که اتفاق میفته حق نداریم دعوا کنیم، حق نداریم بد و بیرا بگیم، حق نداریم سر و صدا بکنیم. این کل این یعنی چی؟ یعنی اینی که کنترل دست خودت، آزادی از هر قید و بندی. بعد آدم میگه خب من معتادم، من خدایی نکرده دزدی کردم، من خدایی نکرده مرتکب یک فاحشه هستم، فلان هستم، یعنی گناهان کبیره. این گناهان کبیره حج به من میگه که تو گناهت بزرگه. چقدر بزرگه؟ به بزرگی عظمت و بخشایش خدا میشه. اینجا که شد میبینم که من خدایی به اون بزرگی و به خدایی به اون بخشایش و رحمت دارم، و پس چرا به چشم مردم توجه کنم؟ ما یک اشتباهی که میگیم همیشه در تربیت فرزندان، این رو هم تذکر میدیم که بچه‌هامون رو هیچ وقت نگیم این کارو نکن عیبه، این کارو نکن مردم چی میگن. نه، این کارو اگر کردی ما چیکار میکنیم؟ ما مثل یک پروانه‌ای که
عقلش کار نمیکنه بچه‌مون رو تو پیله میدوزیم، بچه‌مون رو اسیر چشمه‌های مردم میکنیم، بچه‌مون رو اسیر خواهشات مردم میکنیم. چون مردم چنین میخوان پس باید بچه‌م اینطور باشه. خب مثلا دیروز که از عزیزان ازدواج کرده بود عکسشو فرستاد. این عکس رو نمیشه به اصطلاح بگی که یک انسان پایبند به دین مثلا با خانمش همچین عکسی میندازه. خب چرا انداخته بود؟ چون اگر این کار رو نمی کردیم مردم چی میگفتن؟ فرهنگ جامعه اینطوری هست. پس تو چی هستی؟ تو اسیر هوا و هوس دیگرانی، اسیر خواسته های دیگرانی. حج میاد بهت چی میگه؟ این آیه قرآن کریم ادامه همین آیه والذین اذا فعلوا فاحشة، یعنی اونهایی که اگر عمل فاحشه و فحش انجام دادن، این دیگه نهایت گناه. یعنی نه اینکه بگی آقا به اصطلاح کسی که غیبتی ازش کرد، اشتباهی صورت گرفت، بدی که نه، والذین اذا فعلوا فاحشة، گناه خیلی بزرگ، گناه خیلی بزرگی که دیگه چشم مردم همش بد و بیرا بهش میگن. این در همین آیه ای است که گفت که اعدت للمتقین، یعنی احتمال داره که متقی مرتکب فاحشه بشه. احتمال داره که آقا تویی که صاحب فاحشه هستی چشمای مردم رو بنداز دور، بنده خدا باش، تو از متقین هستی، از اونهایی که خداوند اعدت للمتقین، اونهایی که خداوند برایشون بهشتهایی که پهناشون آسمان ها و زمین هست رو برای اونها مهیا کرده. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، اونایی که مرتکب فاحشه شدن یا به خودشون ظلم کردند، چشمای مردم براشون بی اهمیت بود، ذکروا الله، خدا رو دیدن، فاستغفروا لذنوبهم، نگفتن که مردم بد و بیرا به ما میگه، مردم هرچی میخوان بگن من رابطم با خدامه. و من یغفر الذنوب الا الله، غیر از خدا کیه که منو ببخشه؟ هیچ کس. پس ای پیش مردم بده خوبه این برای من هیچ مهم نیست. من الان میخوام که خدام راضی باشه. مردم براشون عیبه که من دو تکه پارچه رو خودم بپیشم، لباسم رو بندازم دور. پیش مردم عیبه که منی که وزیرم، منی که نمیدونم ثروتمندم، منی که فلانا، که بیام به سرعت تو یک صحرا بخوابم، برام هیچ مهم نیست. پیش مردم عیبه که من پیاده برم، طرف اصلا امکان نداشت که جایی بره مگر اینکه 10 تا اسکورت داشته باشه و چی. الان از منا بلند میشه آقا، ماشینا او چی همه جمعیت پیاده برو به چی؟ به عرفات، از عرفات بیاد به مزدلفه، بیا به منا، بیا همش پیاده. یه وقت دیدی که دمپاییش پاره شد، یه وقت دیدی یه جایی خاک اومد روش، ماشینی اومد حتی نداره کفشم بپوشه، هیچ اصلا براش مهم نیست. مثل یک عاشق ولهان در حال حرکته، چشای مردم براش مهم نیست، حرفای مردم براش مهم نیست، دید مردم براش مهم نیست. این درس ما از حاجی میگیریم تا در زندگیمون ما اینچنین باشیم که ما هم مثل حاجی هدفمون رسیدن به رضایت خداوند متعال باشه. وقتی که رسیدنم رضایت خداست، پس من آزاده ام، من از بردگی مردمان رها شدم، به بندگی خداوند رسیدم. وقتی که من بنده راستین خدا باشم، خداوند منو عروج میده. پیامبرش رو وقتی خداوند متعال برد به آسمون ها، سبحان الذی اسری برسول الله، نه به عبده، پاک و منزه از اون خدایی که بنده اش را برد. بندگی کمال آزادی است. حقیقتا این گونه است. الله متعال نصیب همه ما شما بکنین. احساس زیبا رو اجازه بدید با شما منتقل بشیم به مکه مکرمه
و ببینیم که در مشاعر مقدسه چه خبر هست. در مسجد الحرام همچنان جمعیت مطاف، جمعیت طواف، جمعیت حجاج بیت الله الحرام که در حال طواف کردن هستند قابل ملاحظه است. جمعیت زیادی به پشت بام منتقل شدن حتی در حال طواف در تصویر مسجد الحرام، و با علم به این که در داخل مطاف وقتی که شروع میشه در طبقه اول مطاف، درهای ورودی طبقه اول مطاف رو میبندن. جمعیت جمرات هم دیگه میتونیم بگیم که کلا داره به پایان میرسه و جمعیت حجاج بیت الله الحرام از جمرات دیگه منتقل شدن و تعداد بسیار اندک و انگشت شماری همچنان مشغول رمی جمرات هستند از برادران و خواهران. در آخرین و واپسین لحظات باقی مانده از روز 13 اون هم فقط یک جمره، این جمرات 3 تا جمره متفاوت داریم. این ظاهرا جمره اولی هست که جمعیتی در کنارش نیست و میبینیم که نسبتاً فضا خالی است. وضعیت خیمه های منا و شهر 3 روزه منا رو به اتمام هست و سفرهاش و حجاجش و میهمانانش این شهر خیمه ها رو که در 3 روز گذشته مورد توجه خاص تمام اهل زمین از امت اسلام و اهل آسمان بود، در دامنه این کوههای مشرف به عرفات و مزدلفه و منا کم کم جمرات رو و منا رو ترک میکنن و امشب دیگه منا کاملا خالی از هر گونه از حجاج بیت الله الحرام میشه و منتقل میشن به کنار برجی که در تصویر سمت چپ میبینیم که دقیقا محل مسجد الحرام هست و بیت الله الحرام، و در تصویر سمت راست هم تصاویر واضح و گویاست که جمعیت در حال طواف هستند. و آفرین بر همت اون عده‌ای از عزیزان که در طبقه 3 مشغول طواف هستند و جمعیت زیادی در روی طبقه 3 در حال طواف هستند و جناب دکتر واقعا طبقه 3 هم ماشاءالله شلوغ هست و جمعیتی که ما می‌بینیم مثل مورچه ها ماشاءالله همینطور سیاه شده پشت بام. و این طواف حداقل عزیزانی که تجربه داشتن در مسجد الحرام مشرف شدن، طواف طبقه 3 هر دورش، یعنی حداقل هر دور طوافش غالبا نیم ساعت، بیشتر از نیم ساعت طول میکشه جناب یعنی دکتر. بیشتر یعنی از 7 بار اگر طواف بکنن، یک بار طواف پشت بام طبقه 3 احساس میکنم کسی که بتونه الان در کنار کعبه طواف بکنه با یک بار وقتی که برای یک بار طبقه 3 صرف میکنه با اون میتونه 7 بار پایین رو تمام بکنه و این 7 بار طبقه 3 رو میره و اصلا احساس نمیکنه که به اصطلاح مسیر دور هست یا چی هست. این واقعا یک درس عجیبی است در حج استاد سلیمانی که خود سفر لذت بخشه. ما وقتی میریم یه جای سفر یه هدفی داریم. من میرم تهران، بله، هدفم سفرم یا لذتم که رسیدم به تهران، بله، هدف تهران هست، رسیدم به تهران احساس راحتی میکنم. طول سفر احساس وقتی که هدف مهمه و زیباست انسان در طول سفر هم هیچ زیاد احساس لذت نمیبرم، خستگی داره، بله. همه چیزم هست که به اصطلاح به هدف برسم. بله، اما فکر و ذکر همش اونجاست. سفر حج هدفش کجاست؟ هدف مسجد الحرام، هدف خب مشاعر تو رسیدی مقدس مسجد است. الحرام گفتن که برو منا. هدف پس مسجد الحرام نبود. رفتی منا گفتن برو عرفات. منا هم هدف نبود. عرفات رسیدی گفتن برو مزدلفه. پس عرفات هم نیست. مزدلفه رسیدی برگرد منا. باز که منا شد. منا رسیدی برگرد به مکه. مکه رسیدم. بعد برگرد به منا. بعد برگرد به مکه. بعد برگرد به شهرت. پس یه عجیب سفری هست که هدف معینی نیست. هدف چیه؟ خود سفر هدفه. جالب. خود سفر هدفه. واسه همینه که کل این مسیر در حال حرکت، حاجی در حال حرکته و در حال لذت بردن از این سفر حرکت. انگار به اگر مثلا میدونستیم که سفر مکه است، با رسید تا مکه میرسید حاجی خسته کوفته احساس میکرد تو یک مشقتی هست. اونجا که رسید احساس آرامش میکرد. خب اما دیدیم که نه، اینطور نیست. هیچ جایی برای آرامش نیست. جای آرامش کجاست؟ خود سفر. خود سفر
اثناء سفر خودش لذت میبره. اینه که مثلا این فردی که میاد طواف میزنه، اینی که ما الان از دور میبینیم میگه ای وا چه همتی داره، اون اصلا خودش یادش رفته که همتی داره. شاید حتی عمدن رفته پشت بوم طبقه سوم، چون میتونسته مثلا طبقات خیلی راحت میگه خانه خدا رو از بالا میبینم، نمیدونم بیشتر ذوق و شوق داره، وقت بیشتری رو به طواف اختصاص میده. اصلا به فکرش نیومد که بالا مثلا طولانی تره، روش فکر نکرد. این خیلی مهمه. همیشه این عقل آدم فقیر اینطوریه، عقل آدم فقیر که فقر رو حج گمش میکنه، که اگر فرصت شد روش بیشتر حرف میزنیم. عقل آدم فقیر اینه که نگاه میکنه که آقا این چقدر وقت میبره و چقدر زحمت براش لازمه. این شیوه تفکیر آدم فقیر هست. آدم غنی چطور فکر میکنه؟ آدم غنی فکر میکنه که این چقدر ارزشمند هست، چقدر بها داره. وقتی که ارزش رو نگاه میکنه دیگه وقت و به اصطلاح زحمت براش مهم نیست. این ذهنیتی است که حج در به اصطلاح بندگان به وجود میاره. الان در همین مسئله وقت حج بیاد به ما یاد میده، مایی که به اصطلاح نظاره‌گر حج هستیم یاد میگیریم که وقت مهمه. آرزوهای حسرت خوردن بر گذشته و آرزوهای نرسیده این مهم نیست. برای من فرد خود زمان مهمه. زمان که برای من زمان الانه. ما میگیم یه زمانی گذشته است، یه زمانی آینده است، این برای فعل است و اصلا هم حقیقت واقعیت نداره. حتی تو به اصطلاح حرف زدنمون همون الان مهمه. دیروز چیه؟ دیروز یک تصمیمی بود که گذشت، من گرفتم یا نگرفتم، دیروز گذشت. فردا یه روزی هست که من تصمیمی را خواهم گرفت. حالا اگر فردا نیومد چی؟ فردا اومد و من نبودم، این تصمیم وجود نداره. الان وقت منه. الان اون وقتیه که من هر چه دلم بخواد میتونم انجام بدم، میتونم بخورم، میتونم بشینم، میتونم وایسم، میتونم حرکت کنم. حج میاد به مؤمن یاد میده که الان رو غنیمت بشمار که این الان مال توه. در واقع هم همون گذشته و آینده که مال ما نیست. هر چیزی که هست الان مال الان که تو دستته. روش رو حساب گذشته که گذشته، آینده هم که نیومد، روش حساب نمیشه. الان باید بری مینا، الان باید بری عرفه. من خستم بذار حاجی‌ها برن، 2 روز بعد با خیال راحت میرم. نه، الان باید بری عرفه. وقت تموم شد دیگه چی؟ عرفه رسیدم، خوب خستم، بذار 2 روز اینجا استراحت کنیم. عرفه است دیگه، این همه راه اومدیم. عرفات اینجا. نه خیر، الان باید بری مزدلفه. الان باید بری رمی جمرات کنی. همین الان این قیمت وقت رو به ما نشون میده و قیمت اینی که لذت ببریم از وقتمون، لذت ببریم از اون لحظه ها، استفاده درست بکنیم و بدونیم که برای رسیدن به سعادت هیچ وقت دیر نیست. چون که ما در زمانی که احساس کردیم که باید خوشبخت بشیم قدم برمی‌داریم در راهش. قدم باید برداریم، چون که بعدی شاید نباشه، قبلش که گذشت. یه چیزی که ما هنوز خیلی وقتا اشتباهش میفهمیم، خود حج اصلا برای کیه؟ حج اساساً مال جووناست. حج مال جووناست. چرا که حج ابتدای زندگی است، یک تولد جدیده. خب بعضی از ما چیکار میکنیم؟ حج رو میذاریم آغاز مرگ. آقا برو حج. بابا من که گناهی نکردم برم حج، بذار یه 200 سال عمرم بشه. کی گفت که 200 سالی هست؟ الان مال توه. خب اینه که ما وقتی که حاجی رو میبینیم، تو حج چه هست؟ 20 ساله هست، 10 ساله هست، 90 ساله هست، 100 ساله هست. پس میبینیم که همین الان رو باید تلاش کنم برای رسیدن به چی؟ به خوشبختی.
و برای رسیدن یا حرکت به سوی سعادت، خوشبختی، هیچ وقت دیر نیست. همون لحظه که به اصطلاح عقلم به کار افتاد باید حرکت کنم. خب خداوند متعال میفرماید که فمن اتبع هدای فلا یضل ولا یشقی، و میفرماید که وقتی که انسان اومد راه عمل صالح انجام داد، ایمان آورد، عمل صالح انجام داد، چی کارش میکنیم؟ فلنحینه حیاة طیبه من عمل صالحا من ذکر او انثى. هر کسی باشه و هو مؤمن عمل صالح انجام داد، مؤمن هست، فلنحینه حیاة طیبه، ما به اون رو زندگی خوشبختی بهش میدیم. من که الان این رو فهمیدم باید از الان حرکت کنم. اینی که من بگم من جوونم، من امیدها دارم، من امیدهای من از لحظه الانم باید شروع بشه. این درس بسیار مهمی هست که ما از حج میگیریم که لحظه ای که مال من هست، آینده از من نیست، گذشته هم از من نیست، رفت، امکان نداره برگرده. و اینی که آینده ای باشه هم هیچ امیدی نیست، هیچ امیدوار هستیم که باشه اما هیچ تضمینی نیست، ضمانت رو نیست. حالا که تضمین نیست پس از الان شروع کنم. چه کار کنم؟ عمل صالح انجام بدم، مؤمن باشم، فمن اتبع هدای، راه خدا رو پیروی کنم. کدوم راه؟ راه خدا کدومه؟ راه خدا نزدیکترین راه به رسیدن به هدفه. واسه همینه که ما هر روز بارها و بارها تکرار میکنیم اهدنا الصراط المستقیم. راه مستقیم باشه. راه مستقیم چیه؟ کوتاه‌ترین مسیر بین دو نقطه خط مستقیم. پس کوتاه‌ترین مسیر، ساده ترین مسیر، راحت ترین مسیر برای رسیدن به خداوند راه راه خداست، راهی که قرآن به ما نشون میده. الان من اگر مسیر قرآن، من خیلی دلم میخواد که به جای مثلا 5 رکعت 10 رکعت نماز بخونم، به جای 5 بار نماز 10 بار نماز بخونم، به جای نمیدونم 4 رکعت نماز فرض 10 رکعت نماز بخونم. این راه مستقیم نیست. راه مستقیم پیروی بیچون و چرا، پیروی دقیق، مو به مو حرکت کردن، گام به گام حرکت کردن با رسول الله صلی الله علیه و سلم. و ان هذا صراطی مستقیم، و ان هذا صراطی مستقیم. پس این راه مستقیم هست. خیلی چیزای دیگه به من گفتن اگر تو اینطوری ذکر کنی، به من گفتن اگر نمیدونم از اون تسبیح های قلم به سلم به دستت بگیری، به من گفتن که یه چیزی هست الان تق 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 سبحان الله سبحان الله میکنی، به من گفتن اگر پیش فلان پیر بیری، به من گفتن اگر این تعویض رو به گردنت به گلوت به پات آویزون کنی، به من گفتن برو پیش فلان امامزاده. به من گفتن ها کی گفته؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم؟ نه، فلان امام گفته، فلان ولی گفته، فلان. خداوند متعال از ما خواست که راه رو مستقیم بریم. ما از خداوند درخواست میکنیم و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوا، و این راه مستقیم من هست، این رو پیروی کنید. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله. سبل رو، این راه ها رو، این به من گفتن ها رو، اینا رو بنداز دور. اون همه ما رو به ترکستان میرسونه، نه به کعبه. راه مستقیم نیست. وقتی راه مستقیم نیست پس توش سعادت نیست. راه مستقیم نیست پس راه هاست و راه خدا یکیه. پس این راه ها حتما به گورستانی، به شرکستانی، به جای دیگه میرسونه، به خداوند نمیرسونه. اینه که ما از حج اینو یاد میگیریم، لحظه رو غنیمت شمردن، که چه بسا زندگی یه لحظه است. تشکر جناب دکتر. اجازه بدید برنامه شما و بینندگان عزیز بیان برنامه ببینیم، برمیگردیم ان شاءالله باز همچنان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با آخرین لحظات حج امسال 1437 در شامگاه 13مین روز از ماه ذوالحجه تا غروب آفتاب در مکه مکرمه حدوداً
کمتر از 20 دقیقه باقی است و با غروب آفتاب حج امسال به پایان خواهد رسید، چون که دیگه در منی کسی نیست و حجاج بیت الله الحرام همه منتقل میشن به مکه مکرمه و هر وقت که از مکه مکرمه خارج شدن طواف وداع رو انجام میدن و حجشون رو کامل میکنن. برمیگردیم باز در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. جزاکم الله خیر. که در مکه مکرمه هستن و در مسجد الحرام تا لحظه خارج شدنشون از مسجد الحرام به مناسک طواف وداع رو انجام ندادن و با طواف وداع حجشون به پایان خواهد رسید و مناسک حج در مشاعر مقدسه به صورت کامل تا لحظات دیگر به پایان خواهد رسید و حج امسال الحمدلله با زیبایی و آرامش و امنیت کامل الحمدلله روی به اتمام است. جناب دکتر درباره حج و درس‌های حج برای زندگی ما میگفتید. ما چند دقیقه تا نماز مسجد الحرام، نماز مغرب فرصت باقی داریم که انشاءالله تا اون لحظه در خدمت شما عزیز هستیم. خواهش می‌کنم. موردی که خیلی زیباست در حج
حدیثی است از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که ما رو تشویق میکنه که تابعوا بین الحج والعمره، بله. که همیشه به حج و عمره برید به کرات و مرات، خیلی وقت خیلی برید. چرا؟ میفرمایند که فانهما ینفیان الفقر والذنوب. حج و عمره فقر و ذنوب و فقر و گناهان رو آب میکنن، همانطوری که وقتی ما یک به اصطلاح آهن زنگ زده رو بذاریم تو کوره آتش سوزی، تو کوره آهن ذوب آهن، اون زنگا همش میره کنار. ناپاکی وقتی که آن فلز ذوب میشه خود به خود ناپاکی میاد روش، رد میشه، جمعش کرد. خب الان اینی که به اصطلاح گناهان رو حج دور میکنه، این برای ما قابل هضم هست. بله. اما فقر رو چطور؟ ظاهرش اینه که خود به خود هزینه میخواد، پول میخواد، باید خرج بکنیم. یعنی حج هزینه چند اولش این چیزی هست که ما نباید فکر کنیم که دارایی یا نداشتن این به فقر ربطی داره. فقر اصلا یعنی نیاز. بله. فقر یعنی حاجت. یعنی بحث مادیش مطرح نیست. حتی مادیش هم مطرحه. خب یکی به اصطلاح ثروت‌های هنگفتی داره تو به اصطلاح تو بانک، بله. با این وجود احساس نیاز مادی داره، چشمش سیر نشده، هنوز میخواد جمع کنه. خب این فقیره. یکی به اصطلاح مال و ثروت داره اما نیاز به زن و بچه داره، فقیره. یکی زن داره نیاز به بچه داره، فقیره. یکی زن و بچه داره نیاز به صحت داره، فقیره. یکی زن و بچه و صحت و آرامش داره، نیاز به مثلا یه مورد دیگه داره، تعلیم داره، آموزش داره، فلان. اینا یه نوع فقره. خب الان حج میاد چیکار میکنه؟ حج میاد این سیستمی که در ما هست این رو یه وارسی میکنه. بله. و منی که بسیار نظاره‌گر هستم این رو درک میکنم. منی که اصلا به حج نرفتم هم میتونم از حج این مفهوم رو برداشت کنم و خود سیستم خودم رو عوض کنم. سیستم فقیر چه هست؟ سیستم فقیر اینه که فقیر دنبال چیزهای مجانی هست. میخواد که هر جا مؤسسه خیریه‌ای هست بره نامنویسی کنه که اونجا چیزی بهش بدن. هر جایی که به اصطلاح چیز به اصطلاح مجانی گیر میاد فقیر خوشحال میشه و اونجا میره. حج میاد میگه که آقا همین حج رفتنت برای چیه؟ برای عبادت. برای رفتن به عبادت باید هزینه پرداخت کنی. خب اینجا هزینه دادن هست. خداوند بهش میگه ولن تنالوا البر حتی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. شما به خوبی و بر نخواهید رسید مگر اینی که بدید در راه خدا از آن چیزی که دوست داری. نه اون چیزی تازه عادی، اون چیزی که شما مورد پسند شماست و محبوب شماست. برای شما من احترام میخوام باید احترام بدم. من کرامت و عزت میخوام باید کرامت و عزت به دیگران بدم. من نمیدونم حج و عبادت میخوام، رسیدن به حج میخوام، باید پولم بدم. خب این دادن، این حس پرداخت کردن و در راه خدا انفاق کردن، این رو حج به ما یاد میده. پس این شیوه مفکوره یک آدم فقیر رو از ذهن ما دور میکنه. وقتی که ما به دادن به اصطلاح عادت کردیم، خب یا ابن آدم انفق علیک. در حدیث قدسی خداوند به ابن آدم میگه ای به ابن آدم بده در راه خدا تا الله تعالی بده. در راه خدا دادی یعنی اینی که کل کون و مکان، حتی فرشتگان با تو همیار میشن. هر روز صبح یکی از فرشتگان داد میزنه به در زمین که دعا میکنه که ای خدایا اللهم حدیث هست که پیامبر خدا میفرمایند که فرشته داد میزنه که خدایا کسی که در راه تو داد اون رو بده، اون که در راه خدا نداد دستش رو گرفت اون رو مالش رو تباه و برباد بگردان. یه تشویق بسیار قوی هست
برای انفاق در راه خدا. پس این وقتی که من انفاق در راه خدا کردم، من این رو از حج یاد گرفتم، دیدم که همه در راه خدا میدن، پس من هم باید از الان به فکر این باشم که در راه خدا بدم. میبینیم که چی؟ این حس فقر، این برنامه ریزی شدن ذهن بر فقر، این گم میشه. وقتی این گم شد، خود به خود من رو غلطک ثروت میافتم و به اصطلاح حرکت میکنم به سوی وضع اقتصادی بهتر. همینه که به اصطلاح انسانی که میره به حج و برمیگرده زیاد میره، دست و دل بازتر در میشه، در عین حال دروازه های روزی به روش بیشتر باز میشه، وضعش بهتر میشه. یه مورد دیگه ای هم که به اصطلاح در حج هست، اینی که یکی از ویژگی های آدم فقیر میاد برده به اصطلاح وضع و حال فعلی خودش میشه. میگه که فلانی رفت به حج. چرا؟ آدم خوش شانسیه. پس این شانس پرسته، خدا پرست نیست. فلانی رفت به حج. چرا؟ بابا وضع و حالش خوبه، وضع خانوادگیش خوبه، وضع اقتصادیش خوبه، وضع فلانش خوبه. این وضع رو میبینه، خدا رو نمیبینه. حج میاد به ما نشون میده که نه بابا، این پیرزن همسایه رفت حج، این که هیچی نداشت، همتی داشت که این همتش باعث شده بود که از 50 سال پیش این برنامه ریزی کرده بود که من به حج میرم و رفت. راه ها رو بستند، رفت به افغانستان، از افغانستان رفت. همین پیرزنه، بله همین پیرزنه هیچی نداشت. این پیرزنه چی داشت؟ امید به خدا داشت. عقلش برنامه ریزی عقلش بر فقر نبود، برنامه ریزی عقلش بر این بود که من بنده کسی هستم که اسمش هست الغنی. من بنده خداوند غنی هستم، خداوند رزاق هستم. وقتی که من بنده اون هستم، پس من توجهم به دارایی الله متعال است، نه به دارایی خودم. 2 دقیقه وقت داریم جناب دکتر، تا اذان وقت. اینه که ما بعضی وقتا به چیزایی یاد دادن که تو همونا گیر افتادیم، که گلیم تو از پای خودت درازتر نکن، اونقدر که داری اونقدر بسا فکر کن. نه، ما باید اونقدر فکر کنیم که به اصطلاح ما خدایی رو داریم که خدای ما بخشاینده است، خدای ما داراست، خدای ما غنی است، خدای ما هوای ما رو داره. وقتی که ما خدا رو داریم، پس دیدمون دیدی باشه که رسیدن به خدا باشه. حالا من در مسیر رسیدن به خداوند گام جلو میذارم و حتما به هدفم هم میرسم، چون که خدا رو در کنار خودم دارم و این باعث میشه که من حرکت کنم، این ذهنیت فقر از من دور بشه. وقتی که ذهنیت فقر از من دور شد، خود به خود من به سوی دارا شدن و به اصطلاح مالدار شدن میرم. چرا که فقر از شیطانه. خداوند متعال میفرماید الشیطان یعدکم الفقر، شیطان شما رو وعده فقر میده، از فقر و ناداری میترسونه. پس شما نباید از فقر و ناداری بترسید، بلکه امیدتون به خدای غنی باشه. تشکر میکنم جناب دکتر، صحبت کنم با شما. از همه شما خوبان عزیزان التماس دعا و برای خودمون، همکاران و همه گذشتگان خود ما و شما و امت اسلامی داریم و شما خوبان عزیزان بر همتان میسپاریم. الله یار و نگهدار شما.